میگن یه بابایی دست بچه کوچکیشو گرفته بود، داشتن با هم میرفتن یه مسیری رو، یه جایی دیدن یه آقای معرکه گرفته، رفتن کنار معرکه. بچه فقط پاها رو داشت میدید، چیزی از معرکه نمیدید. گفت بابا من نمیبینم. بابا اینو بغلش کرد، بچه بهتر داشت میدید. گفت بابا بازم خوب نمیبینم. این بار بچه رو گذاشت بابا سر شانش، سر بچه دیگه از سر بابا بالاتر بود. حالا بچه یه زوایایی رو از اون میدون میدید که بابا هم نمیدید دیگه. گفت بابا اونجا رو میبینی؟ باباش گفت نمیبینم. گفت چطور نمیبینی؟ میزد تو سر باباش. خوب نگاه کن دیگه. بچه یادش رفته بود که سر شانه های باباش نشسته بود. عزیزم یادت نره دانشگاه رفتی، اگر بیزینست خوبه، اگر نوع لهجت عوض شده، اگه با آدمایی نشست و برخاست میکنی که دیگه احساس میکنی اینا لولشون بالاتر از بابات و دور بریاتن، خیلی مغرور نشو. تو از نردبون این بابا بالا رفتی، یا مدرک تو مدیون این بابایی، هر چی داری مدیون این بابایی. اصلا بذار بهت بگم آخرتت هم مدیون این بابایی. یادتون هست میرفتیم حرم، میگفتیم بابا دستمون به ذریح نمیرسه، بابا ما رو میذاشت سر شانه های خودش، راحت دستمون رو به ذریح میرسوندیم. انگار شانه های بابا به امام رضا هم نزدیکتر بود. بچه ها خیر دنیا میخواین، خیر آخرت رو میخواین، هوای بابا رو داشته باشید. هم بابا عزیز هم مادر، اما بابا رو یه حساب ویژه براش باز کنید. مادر دلش بشکنه گریه میکنه، خودش خالی میکنه. بابا دلش بشکنه تو خودش میریزه. مامان مثل مداده، کوچیک میشه، کوچیک شدنش میبینی. بابا مثل خودکار میمونه، هیچی متوجه نمیشی، مینویسه. یه وقت میبینی دیگه ننوشت. عزیزم میخوای رابطت رو با خدا خوب کنی، هوای این بابا رو داشته باش. بابایی که تو کودکی به من و شما آموزش دادن، بابا نان داد اما هیچ کس به ما نگفت بابا برای لقمه این آن همه جوانیش را داد. دوست من، بابا یه حساب ویژه تو دستگاه خدا داره. قدر بابا رو بدون، به بابا بگو برات دعا کنه. دستای بابا یه جور دیگه حساب خدا براش حساب باز میکنه.